سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال ما. نوار امروزه ما باشن ما پچینک تیار میکنم. رسپت پچینک برای شما نشان میدم. در اینجا مصداقی برای ما لازم میشود: ارد، مسکه، تخم، 2 تا تخم گرفتم، 1 تشه زردش در کار بود گرفتم، کیفیر، بعد سودا، اکسوس، شکر برای ما همراه در کار میشود. اول هر دینا همراه میکنم، بعد دیوای کیفیر کتی سودا و اکسوس میزنم، 2 تا تخم میدازم. باید من با باقی مانده ویدیو رو برای شما نشان میدم. دوستان عزیز، من برای شما کمپانی پابلیکا توصیه میتونم حتما اومده رجیستراسیون شوین. کار یک مشکلی نداره. خواهین موشوی کلان گیرین، 21 روز بعد در خانه نشسته کار کنین. حتما نویسین بهترین کارخانه است که 27 سال میشد که در بازار جهانی کار و فعالیت میکنه. 15 سال میشد که در تاجیکستان کار میکنه. اگر که خواهین که انم موشوی بهترین نگیرین در خانه نشسته کار کنین، حتما نویسین این کار تنها برای زنهایی که در خانه میشتن، هم استودنت هستن میتونن که کار کنن، یا که کارگر هم باشین شما هم میتونین که همراهی ما کار کنین. با بغرض این اویلیکا شما میتونین که بهترین توفه ها را از طرف من صاحب شوین. بهترین منطقه زکا برای شخصانی که در کماند ایمن لیدر میشوند روان میکنم. باز شخصانی که در کماند ایمن ویچ دیرکتور میشوند هم اویلیکاش میگیرن، هم بونوس میگیرن، هم باز پلیساز برای اونها پدرکم میکنم. باز چالای تیلو حتما نویسین رقم ها در روی اکران موندگیم، نویسین شماره کورا با پرگیم میفهمونم. امروز باشه کم ترک نون کردم، روزی نون کنیم بعد کم ترک باشه نون کردم. من بسیار وقت جمع میکنم. در دخوفگاه خیلی گزی بختنش کمتره، نونا کمترکای برای هم خدر بسیار وقت کلچه میپزم. به حد خوش رو آمده که باز کمترک پچینک بخته گبدم روسی که ای کتا کوغه هم دادنه دیگه نتونستم که ریسیپش پرتر برای شما بگذارم. نه که در سری نوار گذاشته گیم تماشا کنین. اینجا باشه پچینک و 3 نمود آرایش کتی تیار کردم. بهترین آمدگان ریزانه که خوش رو برای شما هم توصیه میتم. یکان گره مشکلی نداره. در خمیرش قاچسی بسیار هم نمیره و تنها 2 تا تخم و شکر، کیفر، سودا، اکسوس و شکر باشد. میخل مسکه کمترک ارد تیار میکنم. به حد خوشروی به مزه میان کتک خرک هم خودمونا میخوریم بچهای به حد به مزه های فقط بسیارتر هم خیلی پچینکو تیار میکنم. من برای شما هم توصیه میتونم که شما هم تیار کنین در اویلتون. رحمت که با ما هستین، کانال ما رو دستگیری میکنین. مهمونکای نوی کانال ما خوش آمدین. امیدوارم ویدیوهای ما برای شما معقول میشود. لایک و کامنتاری رو اینجا بعد یک دکمه سپوری اومده. دکمه رفتیم سپوری دنگی ولیم قبول نکرده. گشته اومدیم در کانترکسیون کردیم. این رهی پویزی موهای الکتریچ کامیرا با بانیسه انسیدس میکن چی میکن امیخل بجدا روزی چی پرازنیک رو بدست برای میونی سورا. در پرازنیک رو هم خیلی کرتوی رنگا هم خیلی اخلا میپشتن شیر میخونیم و دیر کردیم خیلی اختیرو دیر کردیم کانتر ویدیو آخرش ده کینو ده آخرش درستیم. خیلی کم ترکم باشه برای شما سیون کردم که شما هم ببینید. نه که نمیدونم روز که امروز چی روز بود برای اینا را چی پرازنیکه بود که نمیدونم سیون کردیم.
خیلی دخترای موزه ما خیلی گذشته حساسه. شما چه خیلی دیگه؟ سلامتیتان خوب، فرزنداتان خوبه؟ همه کسا نازین سوزین چه حالا دارین؟ ما هم شکرانه خدا سوازیم. خیلی میده روزمان در غریبی گذشته است. روی زیخشتن ما کمتر همی کنال شده این ویدیو میکنیم. خودم در کمپانی فابیلی کار میکنم. روزم خیلی میگذرم. خیلی جکو دکو کتی شوهرم کتی اومدیم یا پیشترک اومدم ما مگزین رفته بودم. خیلی اومدیم که اینجا دستیان تماشا کردیسن. من اومدم کمتر سیونکر کردم دیجا. هم سیونکر هم شعر خوندیسن هم با چیدو هم صورت گیری کردیسن. دستگلوشون آوردم موندگیان. اینجا دا خیلی پیشی اینجا دا گلو هر خلاش موندگیان. زیبایی کردگیان برای همین جوشم. خیلی موقع تماشا کردیم. خیلی رفتیم هوا گرمی بعد شدگی بعد خیلی خونه رفتیم. هم خیلی هوا گرم شدیم دیگه ما خونه آمدیم. ابیتی گرم شدگی تقریبا ساعت 12 شده. خیلی خونه گشته آمدیم. اینجا پیش خونه ما کم سیونکر کردم برای شما هم که ببینین چه خوش شدگی هر چیشون اوندگی. ما نمی‌بینیم که علفای زیادتی بزن اینو علفا کتی مثلا زیبایی میکنن گفته نمیدروانشو نمیگیرنشو تمام. خیلی با هر چیز چون میشنونن برای زیبایی کردن میشنونن کم هر کس هر چی حواس داره میکنه رو انجام میده. اینجا ما اومدیم اوش کردیم برای بگاهمون دام کردیم. اینجا خواستم برای شما هم سیونکر کنم که شما هم ببینید. شاید شما هم حواس میکنم که زن اوش میکنین اوخه. اینجا اوش من کاشتیم سالاتش کتی. خیلی اوشمون خیلی با مزه آمده. تعریف نمیکنم. پسر منم اوش کردن نمیدونستم. اگه اوجه اوش کنی را خیلی خوش رو یاد گرفتم. همین غریبی دا اومدم هم مدرسه یاد گرفتم. بیکار میشم در خونم بسیار وقت میشنم هر چی میپزم. خودم در کمپانی فابیلی کم کار میکنم. وقتی خالیگیم در بای خالی میکنم. این یک روز دیگه با ویدیوی ما کمتر خواستم سالاد تیار کنم. سالادی تانگین میگن. بقلاجونا، کارتوشکا و نیجا کلبسه کتی. هم خیلی برای شما هم تیار کردم که شما هم ببینین. شما هم تیار کنیم برای خودتان. هر چی عدل سرخ میکنم هم خیلی پامیدور سرخ نمیکنم. خیلی بودرینگ هم داشته باشین. بودرینگ بلگارز که میتونین که شما هم دباوید کنین. خیلی ما همش تیار کردم سرخ کردم عدل بعد کم در چسناک میدازمش. خیلی راش میکنم به حد خوش رو میشه. برای شما هم توصیه میکنم دیجا ویدیوی ما با خیر میرسه. اگر ویدیوی ما برای شما معقول شده باشه حتما لایک کنین، کامنت نویسین، فکر خدای خودتون نویسین. بخیر همتون خداوند نگهدار.